سلام و درود فرمان به همه شما عزیزان، ان شاءالله که خوب و خوش و سلامت نشستین پای برنامه خودتون. سلام خانم دکتر. سلام لیدای عزیز و با سلام به تمام دوستان عزیز که دوباره اجازه دادین یک بار دیگه به منازل شما بیایم. متاسفم از اینکه روز عید فطر نتونستم در خدمتتون باشم. از این طریق و امروز روز عید و مجددا به شما تبریک میگم. انشالله که عبادات شما مورد قبول درگاه پروردگار قرار گرفته باشه و ما را هم فراموش نکرده باشید. شما رو فراموش نمی‌کنن هیچ وقت. به خصوص امروز امیدوارم. همونطور که قول داده بودیم ما به خاطر ماه رمضان یه مقداری مواد غذایی رو سعی کردیم یه مقدار عقب بندازیم برنامه‌شو. همیشه صحبت از سلامتی، تغذیه سالم و اینی که هر چی که میخوریم باید به طبیعت نزدیکتر باشه. یعنی شما تا حالا دیدین درختی قرص و کپسول و شیشه شربت بهش آویزون باشه؟ نه. تمامش از طبیعت میاد و خیلی از بیماری ها رو میتونیم با همین مواد غذایی درمان کنیم یا حتی پیشگیری کنیم ازش. بله. احساس کردم الان موقعیت خوبی از ماه مبارک رمضان بیرون میایم. یک ماه روزه‌داری بوده، بدن هنوز خسته است، هنوز نمیخوایم زیاد بهش فشار بیاریم با غذاهای جامد. یه مقدار آبگیری و آب میوه و سبزیجاتی که میتونه به بیماری ها و ناراحتی های مختلف کمک کنه، یعنی در واقع یه مکمل غذایی میشه در کنار اون پیرامید یا هرم غذایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم بتونین شروع کنین. خیلی عالیه. شما سبزی پاک میکنین؟ چوکرم دارم آماده میکنم برای کار بعد دارم میکنم. نه پاک شده شسته است. نمیخواین قشنگ پاکش کنم این ساقاشو بکنم؟ نه این ساقاشو به اندازه، برای اینکه جعفری ساقاهاش اگه تا یه مقدارش باشه که زیاد سفت نباشه خودش آب داره و برای آبگیری اینا کمک میکنه. شروع میکنیم. یکی از ناراحتیایی که مخصوصا برای خانم هایی که در سن دوران عادت ماهانه و منسس هستن کمخونی یا انیمیا هستش که میتونیم مخصوصا در اون پریود زمانی که اون مسئله پریود پیش میاد میتونن حتما از این مکمل آب میوه استفاده کنن. ما اینجا هر کدوم خب این فقط مقصد خانم‌ها سلام اینه که نه این انیمیا یا کمخونی رو هر کسی میتونه داشته باشه، ولی خب خیلی متداوله مخصوصا تو ایران به خاطر اون ریسی که ما داریم اینا مثلا کمخونی و نژادی که داریم. این ترکیب این دو تا سبزیجات ببخشید میتونه خیلی کمک کنه و در غیر این صورت که در خیلی مواقع اگر مسئله کمخونی باشه میتونیم از این آب سبزیجات استفاده کنیم. اینجا ممکنه امروز این آب میوه و سبزیجات یه مقدار متفاوت باشه. همیشه عادت کردیم فقط آب میوه باشه، ولی مسئله نیست اگر سبزی و میوه رو آبهاشو با هم قاطی کنیم به خاطر املاحی که داره. خب الان در ارتباط با کسانی که کمخونی دارن یا در زمان دوران اگر پریود خودکار و کاغذ داشته باشین نه که میگیم بنویسین، یعنی در واقع همشون دستور عملیه که به ترتیب برای هر ناراحتی چه چیزایی خوبه. برای کمخونی جعفری یکی از مهمترین سبزیجاتی که میتونه کمک کنه. چه دستی گلی کردم و همراه با انگور که من همیشه همونطورم که گفتم هرچی رنگش تیره تر باشه بهتره. انگور سیاهو من انتخاب کردم. این بعضیش ساقه داره، اینا دیگه ساقه‌ش نداره. چرا کندم؟ نه نکندی، چند تا توش هست. اینا میره تو معده آدمو میچره. نه خیلی خوب. بعد ما پس اینا رو استفاده میکنیم، شروع میکنیم آبگیری میکنیم. یا میخواین اول لیستشون رو براتون بخونم؟ اول بگید چیکار میکنیم بعد درستش کنیم. برای به اندازه یک فنجون یا یک کاپ از جعفری و یک کاپ از انگور به مقدار مساوی در آب میوه گیری بذاریم، یا اینکه در این فود پروسسورها هست مخلوط کنم میتونیم بذاریم که همش با هم میکس بشه در واقع آبش و چیز. اگه نه فقط آب خالیشو بخوام که از آب میوه گیری میتونیم امروز استفاده کنیم. برای کمخونی از جعفری و انگور میتونیم استفاده کنیم. ما میشه توضیح بدید چرا جعفری و چرا انگور؟ به خاطر اینکه این گرین وجتبل جعفری املاحی داره، مینرالی داره، مخصوصا برای خونسازی خیلی مهمه، آیرون خیلی بالایی داره، آهن بالایی داره و انگور هم همینطور. اینا به خاطر هر کدومش املاح متفاوتی داره که کمک میکنه به اون ناراحتی که مخصوصا ارتباط داره با کمبود اون ویتامین یا ماده معدنی خاصی که در ارتباط اون وقت شما انگور قرمز استفاده کردید. من به خاطر اینکه همیشه گفتم که هرچی رنگ میوه و سبزیجات بیشتر باشه املاحش بیشتره، بایوفلاوین داره تمام این املاح دیگه. برای همین من معمولا وقتی میوه البته از هر رنگی باید تنوع رنگین کمان که صحبت می‌کردیم رو رعایت کنیم، اما رنگ هرچی تیره تر باشه املاحش بیشتره. خب من به ترجیح دادم که رنگ‌های تیره. پس کسانی که کمخونی دارن میتونن با از جعفری و انگور میتونن استفاده کنن. اینو زحمت کشیدم چه خب حالا میذارم برای اینکه میخوام یه دور توضیح بدم براشون که چه
مواد دیگه. بعد برای آسم یا ازما که خیلی متداول مخصوصا برای بچه‌ها که حالت تنگی نفس، الان هم نزدیک فصل زمستونه و پاییز و اینا، بهتره که فصل سرماست این آب میوه رو داشته باشیم که از ترکیباتی مثل پس شد برای کمخونی از جعفری و انگور، برای آسم از کرفس، ساقه های کرفس رو استفاده میکنیم و پاپایا. البته پاپایا من نمیدونم ایران هست یا نه، انبه هندی؟ نه انبه نیست. نه پاپایا مثل که به همون اسم پاپایاست، احتمالاً اگر پیدا بشه که خیلی خوبه. پاپای جیوس و کرفسه. بعد برای ناراحتی های مثانه‌ای و ناراحتی های ادراری میتونیم دوباره از کرفس استفاده کنیم و از دونه های انار که این خیلی مهمه به خاطر این نوع اسیدی که داره. کرفس و دونه انار برای ناراحتی های ادراری. بعد برای بچه هایی که بدبین شبا بارون میاد سر جاشون یا مسئله شب ادراری دارن در میره دستشون در میره، گناه دارن از دستشون در میره، خیلی مهمه که کرفس و جعفری این دوتا رو با هم دیگه آبشو بگیریم مخلوط کنیم. پس شد برای شب ادراری کرفس و جعفری، برای ناراحتی های مثانه‌ای شد کرفس و دونه های انار. دیگه دکتر همین تا اینجا نگرد و بزن اینا رو ادامه بدیم. باشه پس ما شروع میکنیم از اونی که برای کمخونیه، از جعفری شروع میکنیم. البته این ممکنه جعفری کافیه؟ شادی و شور کار ما، شاد دل و شکر خدا. دختر و با لباس زری با ریتم و رقص بندری، تو دستشون یه روسری ناز میکنن مثل پری. پای خوبیه امشب، شب خوبیه امشب، شب رقصیدن شمالی و جنوبیه امشب. شما من تست کنم؟ بسیار مناسب برای کمخونی، برای حال من بد بشه. ببین شما بیمه داری؟ احتیاج به بیمه نیست، اینا 100% طبیعی از طبیعت همه شسته شده، استریزه شده، پاستوریزه شده و میتونید همه اینا رو خوب شستی دکتر؟ not bad، خوبه، خوشمزه است. خیلی خوشمزه. این برای کمخونی واقعا یه مجونیه، برای واقعا مخصوصا برای خانم ها همونطور که گفتم. بعد برای رمدی بعدی که گفتیم برای شب ادراری بچه هاست میتونیم از کرفس استفاده کنیم و جعفری که باز اونو میتونیم دوباره ترای کنیم. الان کرفس یکی دیگه بیاد کمک کنه. آره نه خب جعفری اینو البته جعفری و کرفس برای بچه‌هایی که شبا خدای نکرده اتفاق براشون میفته. ما میگیم همونطور که میدونیم، ولی خب به خاطر این برنامه ما فقط به خاطر اینکه بهتون نشون بدیم که اون بیچاره که آب بخوره نگران باشه. از چپ و راست همه رو جواب میکنه این دختره که سر به هواست. امشبم خبراییه آره مسک باز بله برونه، اینم گوش وایساده از بیرون نگاه میکنه دزدی تو خونه. پس تو مات کو کی میخواد سر در بیاره حاله رو ببین عکسی رو. خب بله شما چه نگفتی من برای اینا رو چاقو بکنم؟ یعنی ببخش خوردش خیلی خب ما این بچون در گوشی ها شروع میشه با اشار حرف زدن ها، بس که میخوان جوابشون کنن. چشماتو وا کن و بزن برو، عکسشو بگیر تو کیفت بذار، تا حالا اونو از نزدیک دیدیش
برمیگشت. جعفری برای شب ادراری بود. برای شب ادراری. بعد حالا یه سوال، چرا کرفس و جعفری؟ کرفس و جعفری اینها تمام گفتم به خاطر املاحی که داره، به خاطر یه سری که روی سیستم اعصاب تاثیر میذاره و روی سیستم یورینری سیستم بسیار مؤثره برای مسئله شب ادراری، مخصوصا برای بچه‌ها. بعد توش اینا نمیشه چی قاطی کرد؟ چی مگه مزه؟ نه الان این مثلا مزه نداره. مزه نداره. خب میتونی بستگی داره، فقط مهم اینه که اینو شما استفاده کنی. حالا میتونی مثلا عسل یکم قاطیش کنی اگه بخوای شیرینیشو اضافه کنی. اون اولیه که برای کمخونی بود اصلا احتیاج نداره چی بشه. خب به خاطر اینکه انگور بهش اضافه شیرین. برای این مال شب ادراری بود. بله بچه‌ای که بود جعفری کرفس. برای جعفری کرفس بود. بعد میمونه برای مسئله آسمه که دوباره از کرفس استفاده میشه. اگه لیلا جو شما اینا رو برای من تکیه کنی. از کرفس استفاده میشه و پاپایا. البته اینا رو میگم باید تمیز شه، ولی ما اینجا دیگه همه رو نداره، من باید تست کنم. بفهمی دستم شستم. میشینه زیر دل این دختر تا خامش بکنه، یا خونشون راضی میشه یا خط و نشون میکشه، که یا که این پسره یا که خال خودشون میکشه. خونه رو بگو تا کجای شهر بپرس و جو نبانده، بگو خانه فک و فامیل همه چی رو قبلا سپرده. آره فلانی کارش درست مرد پول داریه، آره میشناسیمش پسر خوب و خونواده داریه. ریوی اینا دارن، خیلی میتونه مؤثر باشه. شما خود نمیخوای تست کنی؟ چرا؟ من اینو تست میکنم. خوشمزه است؟ بخور. عالی. این پاپایا و کرفس. پاپایا و کرفس برای کسانی که ناراحتی آسم دارن.